ایران و روسیه روابطی دیرین و تاریخی دارند. مناسبات رسمی و دیپلماتیک بین دو کشور بیش از 5 قرن و به عبارت دقیق‌تر 507 سال قدمت دارد. مناسباتی که هرچند در طول تاریخ فراز و فرودهای بسیاری تجربه کرده، اما به اذعان تحلیلگران هیچگاه به گرمی روابط کنونی نبوده است. حالا و در شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران سفر کرده است تا گام بلند دیگری در مسیر ارتقاء روابط دوجانبه به سطح راهبردی و تقویت شراکت بلند مدت دو کشور برداشته شود. با میخائیل دلیاگین، نظریه پرداز و نویسنده بیش از 20 عنوان کتاب در زمینه اقتصاد بین‌الملل، و بوریس دالگوف، تحلیلگر ارشد امسیت و شرق شناسی و نویسنده 7 عنوان کتاب در زمینه مسائل ژئوپلیتیک، درباره اهمیت این سفر گفتگو کردم. Действительно, намечающийся визит министра иностранных дел России Лаврова в Иран. سفر لاوروف به ایران رویداد مهمی در ابعاد منطقه‌ای و جهانی است. ایران و روسیه دو متحد قدیمی هستند و هر دو کشور زیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند. از این رو منافع مشترکی در عرصه بین‌المللی و به ویژه در زمینه رویارویی با امپریالیسم آمریکا به شمار می‌روند. Действительно, соглашение между Ираном и Китаем. تفاهم‌نامه بلند مدت ایران و چین نمونه بسیار خوبی است تا با استفاده از همین مدل ایران و روسیه نیز منافع خود را به هم گره بزنند و اتحادی مستحکم را شکل دهند. سرگئی لاوروف будет знакомиться с богатым опытом Ирана. سرگئی لاوروف در سفر به ایران علاوه بر بررسی مهمترین دستورکارهای دوجانبه و بین‌المللی، از نزدیک با تجربیات غنی ایران در زمینه مقابله با تحریم‌های آمریکا آشنا خواهد شد. Потому что в американской печати آمریکا و اروپا نشان دادند با هر کشوری که دنبال روی سیاست آنها و در حقیقت نوکر آنها نباشند، برخوردی خصمانه دارند. از این رو ایران و روسیه با همراهی کشورهای نظیر چین می توانند اتحادیه قدرتمند در مسیر چند جانبه گرایی جهانی شکل دهند. با نگاهی کلی به روابط ایران و روسیه می توان دریافت که مناسبات تهران و مسکو در همه زمینه‌ها مسیری رو به صعود رو تجربه میکنه و دو کشور تلاش میکنن سطح روابط دو جانبه رو به روابطی راهبردی ارتقا دهند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.